قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، این بار پس از تعطیل کمی طولانی برنامه اول ما عائد بعضی از قصه ها و بعضی از عبرت ها از زندگی بزرگان می باشد. البته در برنامه ترازوی عمل هستیم، برنامه‌ای که پیشتر در برنامه‌های رادیویی درباره تجارت و معامله‌های اقتصادی صحبت می‌کردیم. این بار باشد عزیزان خواستیم همراه شما سیر در تاریخ داشته باشیم و این چنین سیر در حیات بزرگان داشته باشیم. می‌خواهم امروز دقت شما را به موضوعی که بسیار از مایان نام ایشان را زیاد ذکر می‌کند. حتی بعضی ها میگویند ما پیروی اصیل آن حضرت یا آن امام اعظم بزرگ هستیم، ولی وقتی از زندگیشان خبردار میشوند، وقتی میفهمند که این عالم بزرگ بجز این که درباره فقه صحبت میکرد چه مبارزه های داشت، یکی در حیرت میمانند. میخواهم شما را و دقت شما را به قصه این بزرگوار جلب نمایم. چطوری که میدانیم قصه ها اگر قصه های حقیقی باشند، قصه های بافته نشده باشند، قصه های خرافاتی نباشند، آن قصه ها در قلب هر یک نفر، در ذهن هر یک نفر تأثیر خاص خود را دارد و الله هم فقصص القصص لعلهم یتفکرون میگوید، یعنی تو به آنها قصه بگو، قصه های حقیقت، قصه های از زندگی پیامبران، قصه های از امتان گذشته، تو اینکه آنها فکر کنند، کمی پند بگیرند، بدانند که از این قصه ما چی میگیریم. و وقتی ما درباره قصه نفر صحبت میکنیم، اول باید بدانیم که قصه فقط شنیدن نه، هر یک نفر باید از داخل این قصه برای خود یک ثمره، یک تاثیر بگیرد. و امروز خواستم درباره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه با هم صحبت داشته باشیم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فقیه بزرگ و امام اعظم میگوییم، آنی که در آسیای وسطا یا آسیای میانه، این چنین در کشور ما تاجیکستان مردم همه از روی مسئله های فقهی پیروی ایشان را دارند و ما تقریبا در تمام مسئله های نماز، زکات و دیگر معامله ها میگوییم در مذهب ابو حنیفه چی گفتند، چی آمده است. امروز میخواهم به زندگی سیاسی ایشان و این چنین به سخاوت ایشان، به اخلاق ایشان هم کمی توجه داشته باشیم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سال 80 هجری به دنیا آمدند و اگر به زندگی ایشان نگاه کنیم، ایشان در دو عصر یا گفتیم در دو دوره سیاسی خیلی مهم زندگی کردگی هستند. یکی دوره سیاسی خلافت اموی، دیگر خلافت عباسی. این دو خلافت یعنی پاش خوردن خلافت اموی را شاهد گشتند و این چنین برقرار شدن و کمی پیشرفتی خلافت عباسی را هم شاهد شدند. و به خودشان اگر نگاه کنیم، سال 80 هجری به دنیا می آیند، آن هم در کوفه در عراق و پدر بزرگ ایشان یعنی پدرشان اصلشان از کابل بودند. و با زندگی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از جهت تدریس که چی خواندن نگاه کنید خیلی عجیب است. پیدا میکنید که استادان حضرت ابو حنیفه، عطا ابن رباح و یا اینکه شعبی، نافع، حماد ابن ابی سلیمان، اینها همشان شاگردان صحابگان بزرگ هستند. یعنی شاگردان عبدالله ابن عباس، شاگردان عبدالله ابن مسعود، از نبیره عبدالله ابن مسعود هم درس گرفتگی هستند، شاگردان عبدالله ابن عمر و بعضیشان از علمایی که همراه حضرت عایشه نشستگی هستند، همراه حضرت انس نشستگی هستند. برای همین وقت بعضا یک مسئله فقهی رو میگوییم و بعضی ها میگویند ابو حنیفه در اینجا چی میگویند، حدیث چی میگوید، گویا که مذهب ابو حنیفه از حدیث کاملا دور است، در حالی که ابو حنیفه رحمت الله علیه استادشان همشان
شاگردان صحابگان بودن، یعنی یگان نفری که عموما از حدیث بخبر باشد در آن وقت آمده عالمی نمیکرد. برای همین هر سخنی که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفته شده است پایبند است بر یگان حدیث. اما در آن وقت که حدیث ها جمع نبود، بعضی حدیث هایی که امام ابو حنیفه همچون دلیل گرفتگی هستند آن حدیث ها ضعیف می باشد، چطوری که عین این مشکلی در دیگر مذهب ها هم هست. و اگر به زندگی ایشان نگاه کنیم، خیلی زیاده از علمایی که همنشینشان بودن همیشه از ایشان تعریف میکنند و حتی درباره اخلاقشان، درباره سخاوتشان قصه های آمده است که گمان میکنی این انسان یک انسان عادی نیست. مثلا عبدالله ابن مبارک از علمای مشهور بزرگ خراسان میگویند من هیچ مجلسی را با برکت‌تر و این چونین با وقار و با آدابانه‌تر از مجلس های ابو حنیفه رحمت الله علیه ندیده بودم. و عجیبش این بود که حتی دشمنان خود را غیبت نمیکرد. یعنی ابو حنیفه نفره بود که حتی نفرانی که او را تهمت میکردن و البته که وقتی که به یک درجه علمی رسیدید خواه و نخواه چشم حسودان سوی شما تیر میزند. میگویند حتی دشمنان خود را غیبت نمیکرد و این چونین در وقت صحبت کردن آدابی که ابو حنیفه داشت من در یگان عالم ندیده بودم. و درباره اخلاقشان، درباره زندگی نامشان شاید چندین قصه هایی هست که با هم گویم، ولی من میخواهم دو قصه اساسی که ایشان را داخل زندان افکن ولی ایشان از رأی خود و این چونین از آن که میدونستند که حق هستند هرگز نزد ظالم سر فرود نآوردن در این باره صحبت کنیم. اما پیش از داخل شدن به قصه میخوایم یک جمله عجیب امام شافعی را گویم. الان در تاجیکستان ما گویا که وقتی مذهب امام شافعی و امام ابو حنیفه یا مذهب شافعی و مالکی میگویم گمان میکنند که این مذهب ها با هم دشمنی دارند، یک رقابت جدی دارند، در حالی که امام شافعی البته که سالی که ابو حنیفه وفات میکنن سال 150 به دنیا آمدگی هستند، یعنی امام ابو حنیفه وفات میکنن امام شافعی به دنیا میآیند. امام شافعی میگویند الناس عیال فی فقه علی امام ابی حنیفه، در بابت فقه مویان همه امان فرزندان ابو حنیفه هستیم. ابو حنیفه پدر فقه است. و باز امام شافعی در سخن دیگری میگویند من مالک را، یعنی امام مالک را پرسیدم که درباره ابو حنیفه چی میگوید. امام مالک گفت آن نفری هست که اگر سیاره از طلا بگوید دلیل می آورد، یعنی انسانی هست که آنقدر در حجت آوردن و دلیل آوردن قوی هست که مثل او را ندیدیم. پس هرگز گمان نکنیم که این صاحبان علم با هم دشمنی داشتند و یا رقابت داشتند و یا اینکه همدیگر رو هرگز دوست نمی داشتند. و چیزی دیگر درباره سخاوت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که خیلی دقت مرا جلب کرد، میگویند در کتاب های البته سیر و اعلام النبلا به این هم نگاه کرده میتوانید تاریخ بغداد، یعنی کتاب هایی که درباره تاریخ و قصه های بزرگان صحبت میکند، در اینجا آوردن که ابو حنیفه رحمت الله علیه خیلی مرد ثروتمند بودند، چون پدرشان ثابت تاجر بود، آن هم تاجر ابریشم یا شالک به زبان روسی. برای همین ثروت بی اندازه داشتند. سال از سال همیشه از تجارت خود برد میکردند و تمام فایده هایی که از تجارت خود میکردند در یک سال یک بار جمع میکردند و به فقها و محدثین میفرستادند، یعنی عالم های حدیث را میدانستند تک به تک که در عراق یا در کوفه و بغداد در کجاها زندگی میکند و میگفتند این را بگیرید به خانه فلانی عالم ببرید، او عالم است، او باید در بهترین زندگی داشته باشد. و این بگیرید و ببینید که در خانه فلان محدث یا عالم حدیث چه چیزهایی نمیرسد، به خانه او خرید کرده برید. و همه ساله تمام علمای اطراف خود را با پول و با مبلغ و با لباس و حتی لوازمات خانه تامین میکردن. این بود یک عالم ربانی، آنی که به خاطر الله میخواند، به خاطر الله تدریس میکند. بعضی هم میگویند ما عالم هستیم، ما همیشه میخواهیم در راه علم الله باشیم، ولی میبینید به یک نفری که همردیف آنها هستند یا در درجه علمی با آنها برابر هستند یا کمی پایان و بالا، آنقدر حسادت دارند، آنقدر بدبینی دارند، میخواهند آن نفر زیر خاک بشود.
تا که خودشان بمانند. این گونه هستند، لیکن این از علمای ربانی نه. این صفت‌های نفرانی هست که علم را برای شهرت خواستند، علم را برای دنیا خواستند. اما امام ابو حنیفه، چون ایشان خودشان هم عالم بودن، هم قدر عالم رو میدانستند، میگفتند از این فایده های پول ما یا اینکه تجارت ما به علما ببرید و به آنها بگویید که به نعمان، یعنی به خودشان، به من تشکر نکنند، به الله حمد و ستایش کنند که الله رزق آنها را در تجارت من قرار داده است و نباید علما آنها نفرانی که حدیث پیامبر را از این آورده به دیگر امت میرسانند در حالتهای پست یا در حالتهای قشاقی زندگی کرده باشند. اکنون ما گفتیم ابو حنیفه رحمت الله علیه در عصر خود عالمی بودند که دیگر نام ایشان را کل افق میشنوید، میدانست. در مدینه، در مکه، در مصر و شام و در خود عراق خیلی از عالم‌های آبرومند و مشهور گشته بودند. و وقتی که یک عالم مشهور می شود، همیشه آنهایی که صاحب منصب هستند می خواهند آن عالم را تا اندازه به خود نزدیک کنند، تا اینکه از احترام آن عالم و یا اینکه از جاه و مکان آن عالم برخوردار شوند و مردم بگویند که انا این عالم ما در نزد خلیفه است. خلیفه هم یعنی انسان خیلی خوب است. این چیز در زیادی از منصبداران دیده می شد و دیده می شود. و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چگونه که گفتم در یک مرحله سیاسی عجیب زندگی کردند. مرحله که از تولدشان تا سن 52 سالگیشان خلافت اموی بود. بعد از سن 52 سالگی تا 70 سالگیشان خلافت عباسی بود. و اگر عزیزان درباره خلافت اموی خبر داشته باشید، این خلافت شروع می شود با سرداری حضرت معاویه پسر ابو سفیان و دوام می کند تا نزدیکی سال 1136 و تا این وقت، چون خلافت اموی پس از مرگ حضرت معاویه الکی از زمان پسرشان یزید دیگر ظلم کردن به اهل بیت شروع شده بود، هر عالمی که در آن عصر زندگی میکرد این را انکار میکرد. همه میگفتند که دست بردارید از قتل و از کشتار خانواده پیامبر، از نبیرگان پیامبر. و همه همان قصه حسین شهید را میدانیم، آنی که در خلافت یزید پاره پاره کرده کشته شده بودند. و در زمان خود آخرین لحظات یا گویم نزدیک به آخرین سالهای خلافت اموی، در این وقت نفر از نبیرگان حضرت حسین، از زید ابن علی که نبیره حضرت حسین هستند، شورش برپا میکنند یا تظاهرات میکنند و میگویند من باید خلافت را از دست اموی‌ها بگیرم، برای آنکه جبر ظلم آنها الکی خیلی بالا شد. اکنون باید آنها و این ظلم خود خاتمه ببندند. و ایشان در این وقت، در وقت خلافت هشام ابن عبدالملک بود، برمیخیزند و میگویند ما باید کاملا حکم را از دست این امویان به دست بگیریم. و چگونه که گفتم حضرت حسین بابای زید می باشند و ابو حنیفه رحمت الله علیه ایشان رو خیلی احترام میکردن. و وقتی که زید به شورش یا به تظاهرات شروع میکنن حتی با سلاح، در این وقت ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند من میخواهم با او پیوست شوم. او مرا خیلی به یاد بابایش محمد صلی الله علیه و سلم می اندازد وقتی که به جنگ بدر برآمده بودند. ولی چی کنم که میدانم که مردمی که پدر این را کشتند، یعنی حسین را تنها گذاشتند و حسین خودش در تنهایی شهید شد، این را هم در تنهایی میگذارند. و میدانم که این شورش یا این تظاهرات آن هم یک عده یا یک نفرانی کم زیر این همه ظلم و ستمی که هست به یک خیلی خلافت بزرگ اموی هرگز پیروز شده نمیتواند. و یعنی من میدانم که آنها حق هستند. زید پسر حسین، ببخشید علی در اینجا حق است، ولی من میدانم که زید در اینجا چه می شود، مثل همان بابایش یا پدرش هم میگویند بابا را حسین مظلوم کشته می شود. ولی از اینکه زید بداند که یک امام، یک عالم مثل ابو حنیفه همراه او هست و هرگز او را
از نفرانی که مظلومند و تنها هستند کنار نمیگذارد. 10,000 تنگه طلا را به زید میفرستند و میگویند عذر مرا قبول بکن، این مال برای تو است، برای یک کمک ناچیز باشد اما همراه تو من برآمده نمیتوانم. و زید در این وقت آن پول را میگیرند و میفهمند که اینجا ابو حنیفه رحمت الله علیه عذر دارند. ولیکن ابو حنیفه همیشه در درس‌های خود میگفتند که فرزندان پیامبر، نبیرگان پیامبر مظلوم کشته شدند. خلافتی که شما امروز دارید، خلافت اموی، آن باید در دست فرزندهای حسن و حسین باشد، نه در دست شما. این سخنهای حضرت ابو حنیفه تقریبا در مجلس‌هایشان بود و خلفای اموی الکی می‌دانستند که این عالم آنها را دوست نمی‌دارد. و ابن حبیره که در همان وقت والی کوفه بود میشنود که ابو حنیفه رحمت الله علیه با زید، یعنی نفری که علیه او و علیه تمام خلافت اموی تظاهرات کرد و جنگ کرد، ابو حنیفه همراه آنها هستند. و در این وقت زید از دست امویان شکست میخورند و کشته میشوند با تمام پیروانشان. و ابو حنیفه رحمت الله علیه البته دلشان میسوزد، البته میگویند وا ویلا، باز به یک نبیره پیامبر که مظلومانه کشته شد. ولی موقف یک عالم را نگاه کنیم. در اینجا بعضی از نفران میگویند تمام عالمان اهل سنت و اهل بیت پیامبر توجه نمیکنند، آنها کشته شدند و چی کار کنند. ولیکن تمام عالمان اهل سنت، هم امام ابو حنیفه، هم امام مالک، هم امام شافعی، سبب اصلی زندان شدنشان طرف گرفتن به نبیرگان پیامبر بود. و اینجا خیلی که گفتم الکی اگر به این حادثه از یک طرف نگاه کنیم، یک گروه علیه خلافت شورش میبردارد، یک عالم بزرگ که همه احترامش میکنن، امام زمان یعنی امام بزرگ و یا فقیه همان زمان خود میدانند، طرفدار حکومت نبود، طرفدار شورشگران است، برای آنکه او میگوید اینها حقدارتر هستند، اینها نبیرگان پیامبر هستند. و ابن حبیره این رو میشنود، در آن وقت والی کوفه بود یا گفتیم عراق بود ببخشید، و میگوید ابو حنیفه رو به نزد من بیاورید. و به ابو حنیفه وقتی که به نزدش می آیند، به ابو حنیفه میگوید من میخواهم تو قاضی من باشی، من میخواهم تو به من قاضی باشی و من هر حکمی که میکنم تو به آن مهر بزنی یا پیچت بزنی، میگیم با زبان روسی، و انگشتر را میدهد. انگشتر در همان وقت همچون یک مهر و یا همچون یک پیچت، یک اسبابی بود که به کسی اون انگشتر داده شود الکی و قاضی والی یا گفتیم قاضی سردار همان شهر حساب میشد. ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند من این منصب را قبول نمیکنم، من این منصب را قبول نمیکنم. من اگر همین ابن حبیره بگوید که برای من دروازه مسجد را فقط باز کن، من این را هم نمیکنم. چگونه مرا به قاضیگی، به منصب قاضی بودن دعوت میکند در حالی که او مسلمان ها را میکشته است، چگونه نبیرگان پیامبر و حسن و حسین را کشته ایستاده است و من به آن پیچت میزدم یا مهر میزدم. من این کار رو هرگز قبول نمیکنم. انا در این وقت ابن حبیره میگوید هم تو طرف نفرانی هستی که علیه ما شورش برداشت، سلاح برداشت، باز منصب ما را قبول نمیکرده ای. جزای تو چی است؟ و جز زندان چیزی دیگری نیست. و در این وقت ابو حنیفه رحمت الله علیه 50 ساله بودند. یک عالم 50 ساله را ابن حبیره داخل زندان میکشاند، آنقدر میزنند، میکوبند، تا درجه اذیت میکنند که حتی بار جلاد میگوید من گمان کردم که این نفر دیگر مرد. و به ابن حبیره آمده میگویند که آن امام یعنی ابو حنیفه شاید مرده است. دیگر ابن حبیره میبیند که یک عالم، آنی که تمام مردم وصف او را دارند تمجیدش میکنند، در حالتی هست که دیگر شاید جانش را از دست دهد. میگوید چرا خود را اذیت میکنی؟ تو قبول کن قاضی شو در نزد من. قاضیگی چیزی عادی نبود عزیزان. قاضیگی یعنی در نزد یک والی، آنی که در یک مساحت کلان زمین در آنجا رئیس است، در نزد او می نشینی،
او میگوید و یگان حکم میبرارد و بدون مهر تو و پیچت تو آن کار هرگز عملی نمیشود. یعنی یک منصب رو یک عالم میگوید نه، من همکاری یک ظالم رو نمیکنم. و همون آیتی که یوسف خوانده بودن، ربی سجن احب الی مما یدعوننی الی، پروردگارا زندان برای من بهتر است از آن کاری که ظلمی که اینها دعوت میکنن. همان آیت رو دیگر میخوانند و میگویند ابن حبیره بدون که دروازه مسجد رو هم من برای تو باز نمیکنم، در حالی که باز کردن دروازه مسجد ثواب دارد. کجا رسد به قاضی بودن که من هرگز این عمل رو قبول نمیکنم. چقدر میخواهی بزن، چقدر میخواهی اذیتم کن، من منصبدار تو نمیشوم. من نمیخواهم همچون یک عالم در بر یک ظالم منصبدار یاری رسانی او باشد. و در این وقت ابن حبیره دیگر میبیند که زندان فایده ندارد و این انسان اینقدر جسارت روحی دارد که همه اذیت را قبول میکند اما منصبداری را نه. عجیبش، منصبداری را نه. میگوید دیگر این را آزادش کنید. وقتی که آزاد میشوند، ابو حنیفه میفهمند که این آزادی یک مدتی کوتاه است. مادامی که خلفای امویین در سر قدرت هستند، امثال ابن حبیره در سرداری و کرسی ها هست، البته که بار دیگر ایشان اذیت می شوند. علل خصوص که در آن وقت یک تا هر کسی که طرفدار اهل بیت پیامبر بود می گرفتند و زندانش می کردند و شلاقش می زدند و نابودش می کردند. ابو حنیفه رحمت الله علیه با کمک بعضی از نفران به مکه فرار می کنند، از عراق به مکه فرار می کنند و در نزدیکی خانه کعبه مدتی 6 سال زندگی میکنند و در این 6 سال با شاگردان عبدالله ابن عباس و اینچنین با فرزندان زبیر ابن عوام از بزرگترین علما 6 سال کامل تدریس میکنند. و پس از 6 سالی که در مکه زندگی کردند، در همانجا با امام مالک هم روبرو شده بودند، صحبت هم کرده بودند. پس از 6 سال خبر میرسد که دیگر خویش و تبار پیامبر، خویش و تبار عبدالله ابن عباس که آنها در وقتش با همراهی فرزندان حضرت علی، حسن و حسین بودند، آنها خلافت اموی را کاملا نابود کردند و آنها را گریزانیدند و اکنون شما چه هستید؟ شما در خلافت عباسی زندگی دارید. خلافت عباسی اساساً برمیگردد به فرزندان حضرت عبدالله ابن عباس، یعنی عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم. و این را شنیده بیچاره خودی ابو حنیفه رحمت الله علیه خرسند شوان که دیگر ریشه ظلم برکنار شد، دیگر کسی با عالم کار ندارد، دیگر کسی در عالم را نمیکوبد که بیا در نزد من منصب را بگیر، بیا بر ظلم من شریک شو، کسی این را نمیگوید. گویان به وطن خود برمیگردند. وقتی به وطن خود به کوفه برمیگردند، در کوفه باز همان حلقه های درسی خود را شروع میکنند. در آنجا باز با علما، با طالب علمان در تمامی مسئله های فقهی هم صحبت داشتن، هم درس ها داشتن. یعنی در دعوت خود همیشه بودند. به یگان کار از کارهایی که قاضیگی باشد، از کارهایی که مشاوری والی باشد، به اینها دست نمیزنند. ولی اینجا در این وقت به ابی جعفر منصور در خود عراق والی می شود یا گفتیم خلیفه می شود و در وقتی که خلافت عباسی شروع می شود، ابو حنیفه رحمت الله علیه خیلی شاد می شوند. می گویند اینها از خویش و تبار پیامبر هستند، اینها مثل فرزندان معاویه از پیامبر دور نیستند که ظلم کنند، اینها دیگر ظلم را بس می کنند. ولیکن پس از مدت می بینند که خلافت عباسی هم عیناً همون کارهایی که خلافت اموی می کرد بالای سر نبیرگان پیامبر آورده ایستاده است و آنها هم در اینجا با هم نقشه دارند که نبیرگان حسن و حسین دارند به ملک دست میزنند، دارند به قدرت دست میزنند، آنها را ما باید نابود کنیم. در داخل اینها محمد ابن عبدالله هم بود. محمد ابن عبدالله از ابیرگان حضرت حسن حسابیده می شود و البته که باز در اینجا هم
ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند چی کنم که محبت قلب من با آل پیامبر است و من هرگز نمیگویم که خلفای عباسی بهتر از نبیرگان پیامبر است. من میگویم محمد ابن عبدالله که با نفس زکیه مشهور است، من نمیگویم که محمد ابن عبدالله به خلافت نمیزیبد، بلکه من میگویم تو زیبنده خلافت هستی. یعنی این بار هم در خلافت عباسی هم طرفی نبیرگان حضرت حسین و حسن رو میکنند که اینها همشان خیش تباری حسن و حسین یا نبیرگان ایشان بودند. و در اینجا وقتی محمد ابن عبدالله بر علیه خلافت عباسی شورش میبردارد یا تظاهرات میکند با سلاح، از بزرگترین شورش های بود که در همان دور شده گذشته بود. و یک نفر از نزدیکان خلیفه آمده به حضرت ابو حنیفه میگوید من میخواهم در این جنگ علیه نبیرگان حسن اشتراک کنم، شما چی میگوید؟ ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند از این که بمیری بهتر است از آن که کسی رو بکشی. نگذار که خنجری تو به یگان از مسلمان بزند. در خانه ات بنشین، اگرچه بالایت ظلم کنند هم خود را به خون مسلمان ها و این چنین به خون نبیرگان پیامبر فرزندان پیامبر نآلای. و این نفر به خود این نصیحتی ابو حنیفه رحمت الله علیه گوش میدهد و میگوید من هرگز نمیروم به همان جنگی که بین مسلمان ها شده است. من از اینکه بمیرم بهتر است از اینکه یک مسلمان را بکشم. الکی این خبر می آید به گوش خلیفه و ابی جعفر منصور و میگوید ما چیکار کنیم؟ ابو حنیفه الکی ضد ما مردم را شورانیده ایستاده است، الکی لشکران ما را با فتوایش از جنگ بازگردانیده ایستاده است. این میخواهد که ملک ما از بین رود، به نزد من حاضرش کنید. و ابو حنیفه رو به نزدش می آورند و میگویند تو خودت کی هستی؟ یعنی ابو جعفر میگوید تو خودت کی هستی؟ من به تو بارها هدیه فرستادم، آن را قبول نکردی. امروز باشد کارهایی را کرده ایستاده ای که مثل خوارج است، مسلمان ها را تفریقه کرده ایستاده. ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند من هدایای تو را قبول نکردم، زیرا تو از کیسه خودت به من هدیه نفرستادی، تو از بیت المال مسلمان ها هدیه فرستادی و آن پول نه از آن تو هست نه از آن من، آن از حق کمبغلان است و این چنین از حق نفران دیگری که محتاج هستم. من نه محتاج هستم نه کمبغل هستم و آن مال به من حرام است، برای همین نگرفتم. و اما درباره اینکه تو میخواهی بعضی از شورشگران را بکشی، بدون که نفس یک مسلمان را در این حالت با آن دلیلی که تو داری نباید هرگز نابود کرد. با همین با بعضی از صحبت هرچی باشد هم به همین چیز خیلی تعجب میکند. خلفای آن زمان هرچی باشد هم در قلبشان ایمان داشتند. یعنی ابو جعفر منصور می توانست ابو حنیفه را نابود کند، ولی با ابو حنیفه صحبت میکند و میگوید دیگر من تو را سر میدهم، فقط دیگر به امور سیاست کاردار نشو و تو را قسمت میدهم که قاضی من باشی. یعنی این بار هم ابو حنیفه رحمت الله علیه بیچاره باز هم بالای قاضی بودن و منصبدار بودن با یک خلیفه مشکلی پیدا میکنند. و ابو جعفر منصور میگوید به الله قسمت میدهم تو در نزد من قاضی میشوی. ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند به الله من هم قسمت میدهم که من این کار رو نمیکنم، من به منصبی که تو گفته ایستاده‌ای نمی استم. بعد ابو جعفر منصور میگوید پس باید یگان کاری رو در نزد من بکنی، من الکی قسم خوردم. ابو حنیفه میگویند من مردکاری میکنم، خواستی غشت زن میشوم، خواستی لایو از گل میکشانم، اما مرا به نزد خود قاضی نکن. چون ابو حنیفه میگفتند نباید یک عالم در منصبدارانی که ظلم میکنند و برای ظلم خود دلیل میکوند کار بکند. و او میگوید دیگر به او برای غیث زن بودنش جای کار پیدا کنید تا که مردم بدانند که ابو جعفر منصور ابو حنیفه رو به کار گرفته است و ابو حنیفه دشمن او نیست، کارگر او است. و میگویند ابو حنیفه با اون علمی که داشتن، با اون آبرویی که داشتن به دست غشت میگرفتند و در یکی از بناها همچون دیوارزن کار کردند، ولی منصب را قبول نکردند. ولیکن
هرچی باشد هم خلیفه ها سر نمیداد آن علما را. و بار دیگر باز ابو حنیفه رو ابو جعفر احضار میکند، میگوید به گوش من زیادی از فتواهای تو در آمده ایستاده است، من فهمیدم که تو باز علیه من فتوا میدی. ولی میگن این تهمت محض بود، زیرا پس از آن که محمد ابن عبدالله از نبیرگان حضرت حسن کشته شد، برادرش هم ابراهیم کشته شد، ابو حنیفه رحمت الله علیه دیگر البته میگریستن برای اهل بیت پیامبر، ولیکن هیچ سخنی در این باره ها در درسهایشان نمیگفتن، نمیخواستند باز باری دیگر آتش فتنه در بین مسلمان ها شعله‌ور شود، باز طایفه ها با هم جنگ بکنند. در این بار میگفتند بیایید اتحاد بمانیم، جنگ و جنجال نشود. ما از این هم چقدر از علمای خود را، این اهل بیت طاهر پیامبر، البته نمیگویم معصوم ولیکن طاهر میگویم، از اینکه اینها خیلی از گناه دور بودن، اینها همشون عالم بودن، اینها احادیث پیامبر و سخنهای علی و سخنهای حضرت فاطمه و سخنهای حضرت عایشه و که اینها همه اهل بیت هستند به ما آورده بودن، اینها دیگر نیست شدن، اینها رو دیگر نابود کردن، دیگر فتنه نشود، دیگر جنگ و جنجال نشود، دیگر علما، دیگر عزیزان زیر غرق خون، زیر خاک نشوند. و لیکن در همین حالت هم ابو حنیفه رو باز احضار میکند و میگوید تو یا سجن رو انتخاب میکنی یا قاضی من میشوی. برای اون که اگر تو در نزد من قاضی نباشی، منصب رو نگیری، مردم گمان میکنند که ابو حنیفه عالم ضد والی هست یا ضد خلیفه است. به این چیز عزیزان توجه کنید، هر چی باشه هم، تو والی هستی، تو خلیفه هستی، تو پادشاه هستی، هر کی باشه هم، درجه تو، احترامی تو در قلب انسان ها مثل یک عالم نمی شود. و در آن وقت اگرچه ابو جعفر منصور خلیفه بود، لیکن قلب مردم کوفه یا قلب تمام مردم بغداد و عراق در محبت ابو حنیفه می جوشید و می خروشید. و ابو جعفر می دونست که این همه مردمی که ابو حنیفه رو دوست می دارند و می دونند که ابو حنیفه با ابو جعفر خوب نیست، دیگر اینها نسبت من چی می شوند؟ بدگمان می شوند، مرا محبتم در قلب آنها نمی شود، در حالی که محبت رو که به زور، به جاه و منصب و داد و فیغان جای کرده نمی توانی، محبت رو با سخاوت خود، با اخلاق خود، با فایده خود به مردم جای کرده می توانی. ابو حنیفه رحمت الله علیه هم با علم خود، هم با مال خود، هم با اخلاق خود، هم با دیگر هزار یک اخلاق حمیده که داشتن، محبتشان در قلب مردم عراق جای شده بود. باز جغ میزند و میگوید تو باید در نزد من منصب بگیری. ابو حنیفه میگویند من لایق این کار نیستم. ابو جعفر میگوید دروغ میگویی. ابو حنیفه میگویند آره، خودت ثابت کرده که من لایق این کار نیستم. یک نفری که دروغ میگوید چگونه میتواند قاضی باشد در نزد خلیفه؟ تو درست گفتی. بعد از این میگوید دیگر این رو به سجن ببرید، به زندانش ببرید، دیگر من چاره به جز زندان کردن این گستاخ ندارم. ابو حنیفه باز میگویند برای من زندان بهتر است از اینکه در نزد نفرانی که دستشان به خون مظلومان آلوده است من در نزد او قاضی باشم. و میگویند چشم را به زندان ببرید، لیکن من قاضیگی را قبول نمی کنم. در سن 70 سالگی، آن هم در سن جوانی نه، با شلاق و با زدن، با ضربه ها ابو حنیفه را به زندان میبرند و در مشهورترین روایت ها آخرین عمر خود را ابو حنیفه رحمت الله علیه در زندان ابی جعفر منصور سپری میکنند و در زندان وفات میکنند. تا آخرین لحظه های حیاتشان هر روز یک پیک، یک خبرکش از نزد خلیفه آمده میگفت اگر خواستی تو را ما قاضی میکنیم، از این حال در می آیی. ولیکن ابو حنیفه می گفتن این حال برای من بهتر است، من نمی خواهم که در نزد آنهایی که ظلم میکنند و به خون معصومین دستشان آلوده است زندگی قضاوت بکنم. با همین ابو حنیفه رحمت الله علیه سال 150 هجری در یکی از زندانهای عراق چشم از دنیا می پوشند و می بینیم که یک عالم با آن که اینقدر علم داشت، اینقدر مروءت داشت، اینقدر یک انسان، یک الگوی برای مردم بود، آن هم از ظلم ظالمان و این چنین از یک امتحان در امان نماند. و
بعد از وفات خود ابو حنیفه رحمت الله علیه تمام منصبداران، تمام نفرانی که علیهش اینقدر زندان و اینقدر ابتلا رو حلال دانستن همگی پشیمون میشوند. ولی چی سود است پس از اینکه یک نفر رو تا اندازه آوردید که در سن 70 سالگی با آن همه علم در یک زندان از دنیا رفت. ولی که چیز عجیب این است که وقتی که به زندگی این حضرت نگاه میکنیم و یا به زندگی این بزرگوار نگاه میکنیم، در تمام کتاب ها درباره فقهشان، درباره آراءشان، درباره بعضی از مسئله های فقهشان میگویند، اما در برابر زندانی شدنشان از سخنی که خودشان میدانند که حق است برنگشتنشان تقریبا در یگان صحبت ها شنیده نمی شود. برای چی یک انسان مثل ابو حنیفه رحمت الله علیه در آن وقت عالم های دیگر بودند، برای چی یک انسان عالم است مثل او دیگر عالم ها هم هست به این درجه رسید، به جای آمد که تا امروز با کلمه امام اعظم ایشان را ما صدا میکنیم در حالی که نامشان امام اعظم نیست، نعمان ابن ثابت است. برای آن که فکر مستقل داشت، رأی مستقل داشت، او را نه شلاق، نه زندان، نه اذیت، نه تهدید نتوانست از فکری که میداند که حق است برگرداند. و او گفت من میدانم که حق هستم، من میدانم که کاری که شما میکنید ظلم است، من هرگز در کمک شما، در منصب شما، همراه شما نخواهم بود. و در اینجا چیز دیگری که ما باید خیلی توجه کنیم، یک عالم یا یک نفری که الکی میداند که در قلب مردم با علمش، با آن همه سخاوتش یا دیگر کارهایی که کرده است جای شده است، نباید این همه آبرو و عزتی که الله با او داد به یک منصب بفروشدش یا با یک منصب آن را یک باره عوض کند. برای آنکه بعضی نفران را میبینید پروردگار به آنها یک عزت داده است، الکی با کارهای خود، با کارهایی که برای نفع مردم کمک کردن، آنها تاج سر مردم هستند، الکی مردم ایشان را دوست می‌دارند. یکی برایشان منصب دیگری پیدا می شود، منصب در نزد یک ظالم یا منصب در جای دیگر، یک و یک باره به منصب می روند، این همه کاری خود را ترک می کنند. و تصور کنید اگر ابو حنیفه رحمت الله علیه در اینجا قاضی می شدند و در این وقتی در سجن در قصر یک خلیفه یا در قصر یک والی همون شهر زندگی میکردن، این همه آبروی ایشان کجا میرفت و از کجا ایشان را امام اعظم میگفتن. و چیزی دیگر را در این قصه ابو حنیفه رحمت الله علیه وقتی که مشاهده میکنید خیلی جالب است. یعنی یک نفر میگوید سجن کن، بزن، هر کاری که میخواهی بکن، نمیتوانی مرا به خود با آن چیزی که میخواهی سرم را فرود بیاوری، من تسلیم تو نمیشوم. یعنی ایشون 70 ساله در سن 50 سالگی الکی آن قوت جوانی نیست، الکی آن شجاعت یا گفتیم آن حماسیت و احساسیتی که در جوانها هست نه، ولیکن علم و ایمان و یقینی که به پروردگار داشتن که دنیا دنیای دو روزه است نگذاشت که سر فرود کنند. و عالم باید این گونه باشد. در این وقت میتواند یک عالم تاج سر مردم باشد، نه اینکه من عالم هستم، من میدانم، من الکی محبت مردم رو گرفتم، اما به خاطر پول، به خاطر منصب، به خاطر تهدید بروم دیگر همراه یک ظالم همکاری کنم و علیه عدالت جویان بجنگم و بگویم. چیز دیگر هجرت عجیب ابو حنیفه است، هجرتی که میگویند از اینکه من قاضی باشم، سودیه باشم، بهتر است که بروم وطن خود را ترک کنم. بعضی علما رو میبینید به خاطر وطن، به خاطر جای استقامت و زیست و قصر و خانه اش میگوید هر چی خواهید میگویم، مرا در همان وطنم، در همین خانه‌ام، ماشینم، منصبم بمانید. ولیکن در این وقت هرگز کسی تو را نه عالم میداند، نه کسی تو را پیشوای خود میداند. تو همان نفرانی هستی که هم علم خود را، هم آبروی خود را و همان باوری مردم را به منصب و یا اینکه به خانه‌ات فروختی. عالم نفری هست که به خاطر علمش، به خاطر یقینی که دارد و به خاطر آن مسئولیتی که بر دوش دارد میگوید من به هر بلای حاضر هستم، اما نباید دستیار
ظالم باشن. عزیزان، این بود قصه از زندگی ابو حنیفه رحمت الله علیه. البته بس قصه های جالبی دیگری با همسایه‌شان، با مادرشان، با فرزندانشان هست، ولی از اینکه نمیخوام وقت طولانی شود اون قصه ها رو میگذاریم برای برنامه های دیگر. تا برنامه های دیگر در پناه الله یگانه باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل.